سرخط خبرها. افشاگری CNN از حجم بالای تخریب ناو جرالد فورد در جنگ علیه ایران، چراغ سبز ترامپ برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در توافق جدید و حمله پهپادی به محل حضور نتانیاهو. سلام عرض می‌کنم به این سرویس خبری از کانال کابل پلاس خوش آمدید. CNN در گزارشی فاش کرد خسارت ناو هواپیمابر جرالد فورد بسیار بیشتر از آن چیزی است که ارتش آمریکا اعلام کرده بود. CNN با انتشار ویدئویی از آنچه آتش‌سوزی در ناو جرالد فورد عنوان شده نوشت: ارتش آمریکا حجم آسیب و حادثه را به مراتب کمتر از میزان واقعی آن اعلام کرده بود. نیروی دریایی آمریکا پیشتر در بیانیه کوتاه گفته بود آتش مهار شده، 2 ملوان دچار جراحات غیر مرگبار تحت درمان قرار گرفتند و ناو کاملا عملیاتی است. با این حال CNN به نقل از تصاویر جدید و اظهارات شاهدان گزارش داد بخشی از محل استقرار ملوانان به طور کامل تخریب شده و تخت‌ها در اثر آتش سوزی به فلزات سوخته و پیچ خورده تبدیل شدند. در این گزارش به نقل از یک ملوان حاضر در ناو آمده: واقعا فکر می‌کردم کشتی را از دست می‌دهیم یا باید می‌جنگیدیم یا می‌مردیم. CNN به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سامانه اطفایی حریق ناو در جریان حادثه از کار افتاده بود و همین مسئله باعث شد خدمه به طور مستقیم برای مهار آتش وارد عمل شوند. در بخش دیگری از گزارش به نقل از یک ملوان آمده سامانه اطفایی حریق باید آتش را خاموش می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این رسانه آمریکایی در ادامه به نقل از منابع نظامی نوشت ناو فورد در جریان استقرار طولانی مدت خود در منطقه علاوه بر این حادثه با فشار عملیاتی سنگین و تهدیدهای مداوم موشکی و پهپادی نیز روبرو بوده است. یکی از ملوانان گفته هنگام حضور ناو در دریای سرخ رد نور نارنجی در آسمان مشاهده کرده که به گفته او مربوط به حملات ایران بوده است. او همچنین توضیح داده است هنگام نزدیک شدن موشک‌ها یا پهپادها ناو وضعیت هشدار اعلام می‌کرد و از خدمه خواسته می‌شد آماده مقابله و کنترل خسارت باشند. CNN همچنین به مشکلات فنی دیگر این ناو اشاره کرده و نوشته است سیستم‌های بهداشتی نیز در برخی بخش‌ها دچار اختلال شده و در مواردی فاضلاب در سرویس‌های بهداشتی سرویس کرده است. در پایان این گزارش آمده ناو فورد پس از بازگشت به پایگاه خود در ویرجینیا وارد دوره طولانی از تعمیرات شده و احتمال می‌رود دست کم 1 سال از چرخه عملیاتی خارج باشد. رئیس جمهور آمریکا ترامپ به دنبال توافقی است که منافع خود را تامین کند و به نظر نمی‌رسد که در قبال امتیازاتی که از ایران درخواست کرده حقوق برحق این کشور را پرداخت کند. طبق گزارش CNN ترامپ به مشاوران خود تاکید کرده هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد که در آن آمریکا به طور مستقیم به ایران پول پرداخت کند. این منابع اعلام کردند ترامپ به شدت نسبت به مقایسه‌های احتمالی با توافق دولت اوباما حساس است. او بارها از دولت اوباما به دلیل آزاد کردن حدود 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران انتقاد کرده و اکنون برخی منابع مدعیان ایران درخواست کرده که در توافق اولیه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش آزاد گردد. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به CNN گفت یکی از اصلی‌ترین گره‌های باقی مانده در گفتگوهای میان آمریکا و ایران مسئله دارایی‌های این کشور است. CNN در گزارش خود به نقل از منابعی که نامی از آنها نبرده مدعی شد ایران به میانجی‌ها اعلام کرده خواهان آن است که به محض توافق طرفین بر سر یک یادداشت تفاهم اولیه شکلی از دارایی‌های ایران آزاد شود و این موضوع به تاریخ موکولی در آینده واگذار نشود. با این حال مقامات آگاه گفتند دولت ترامپ نگران است هر گونه آزادسازی دارایی‌ها در چنین مرحله زود هنگامی فشار اقتصادی که آمریکا در طول جنگ بر ایران وارد کرده کاهش دهد و در نتیجه اهرم فشار واشنگتن بر تهران تضعیف شود. بر اساس این گزارش ترامپ صراحت به تیم خود گفته می‌خواهد هر توافقی به مراتب قوی‌تر از توافق سال 2015 جلوه کند و به همین دلیل از آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران تفره می‌رود. ایران نیز تاکید کرده در هر توافقی باید دارایی‌های بلوکه شده این کشور آزاد شود. CNN گزارش کرده به دلیل تبدیل شدن بحث مالی به یک مشکل برخی منابع آگاه گفتند در حال حاضر بحث‌های پیرامون ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری برای ایران مطرح شده که میلیاردها دلار برای بازسازی پس از دستیابی طرفین به توافق نهایی فراهم کند. با این حال آمریکا در این صندوق سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و بخش عمده پول از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین خواهد شد. کاخ سفید اصرار دارد ایران تا زمانی که ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را کنار نگذارد هیچ تسهیل مالی دریافت نخواهد کرد.
برای بیان این خط قرمز از عبارت تا غبار هسته‌ای پاک نشود دلاری در کار نیست استفاده می‌کند. ترامپ که دارایی‌های ایران را به گروگان گرفته در جلسه هفته گذشته کابینه برای آزادسازی حق ایران شرط و شروطی تعیین کرد و گفت ما پولی را که آنها ادعا می‌کنند مال خودشان است تحت کنترل داریم. ما کنترل آن را در دست نگه می‌داریم. وقتی درست رفتار کنند و کار درست را انجام بدهند می‌گذاریم پولشان را داشته باشند. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز اعلام کرد تحریم‌ها فوراً لغو نخواهند شد. او در جلسه استماع کنگره گفت اینجا خبری از جایزه پای میز نیست. در نهایت همه چیز منوط به تحقق شروط خواهد بود. تحریم هایی که مستقیما به برنامه هسته‌ای مربوط میشوند در صورت اجرایی کامل آنچه از آنها میخواهیم موضوع بحث قرار خواهند گرفت و اما این بخشی از مذاکره نه پیش پرداخت در ابتدای کار خواهد بود. به گزارش والانیوز همزمان با حضور نتانیاهو و شماری از مقامات بلندپایه امنیتی اسرائیلی در مرزهای شمالی این منطقه هدف حمله پهپادی حزب الله قرار گرفت. شبکه اسرائیلی آی24 گزارش داد هنگام بازدید نتانیاهو از یک مدرسه در شهرک شلومی در نزدیکی مرز لبنان آژیرهای هشدار به صدا درآمدند و او را مجبور به فرار به پناهگاه کردند. در همین حال شبکه 12 اسرائیل با مجوز اداره سانسور ارتش گزارش داد چند هفته پیش یک پهپاد مقاومت به خودروی رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل در جریان یک بازدید میدانی در جنوب لبنان اصابت کرده است. رسانه‌های عبری این حادثه را یکی از مهمترین و خطرناکترین رخدادهای امنیتی ماه‌های اخیر در جبهه شمالی و پیامی به تل‌آویو توصیف کردند. روزنامه یدیعوت آهارونوت نیز با مجوز اداره سانسور ارتش اسرائیل گزارش داد شماری از مقامات ارشد نظامی در زمان وقوع این حادثه در منطقه حضور داشتند و پهپاد مورد نظر اندکی پس از ترک خودرو به آن اصابت کرده است. بخش مهمی از جزئیات این حادثه همچنان تحت سانسور نظامی قرار دارد. شبکه 12 نیز این حادثه را نشانه‌ای از افزایش دقت عملیات و توان اطلاعاتی حزب الله دانست. موضوعی که تنها چند هفته پس از اعتراف رافی میلو به شگفتی ارتش اسرائیل از روند بازسازی و تقویت توانمندی‌های حزب الله مطرح می‌شود. افشای این رخداد در شرایطی صورت می‌گیرد که تهدید پهپادهای مقاومت به یکی از مهمترین دغدغه‌های نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل تبدیل شده است. در همین چارچوب موش داویدوویچ رئیس شورای منطقه‌ای مات آشر در شمال اسرائیل در دیدار با نتانیاهو نسبت به تداوم ناامنی در شهرک‌های مرزی هشدار داد و تاکید کرد ساکنان این مناطق احساس امنیت نمی‌کنند. نتانیاهو نیز مدعی شد اسرائیل به یک راهکار محرمانه برای مقابله با تهدید پهپادها دست یافته است اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرد. این در حالی است که برخی منابع اسرائیلی با اذعان به دشواری مقابله با پهپادهای حزب الله از بکارگیری راهبردهای ناکارآمد از جمله سگ‌های آموزش دیده برای شناسایی و رهگیری تهدیدات در مناطق مرزی خبر دادند. ممنونیم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.